در یوتیوب می‌نویسم DUSTMUR کدام ده уже دوسمرود الف میبروه یکم بعد دوسمرود شریپوف. این هیکلشون. افسوس که در روزی برفی اومدیم. این دوستان عزیز. خب گپم همیه که برادرای عزیز هیچ که جای احمد زویره نمیگیره. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. بزرگا گفتن کسب خور نکو خور نمیشی. همین خیلی است. و با میگه که ای آدمی بیکار خدا بیزار، ای آدمی بیکار همه بیزار. برای قیگپا رو میگم که چی کار میکنین، چی مهنتی که میکنین، چی کسبی که دارین کسب رو خور نکنین، فقط کار. دوسمرود علیف این اومدیم مقصد همین جایی که دوسمرود علیف نوشته اینجا در منزل جوگاهش ان شاء الله که میریم در سر خرج دعا میکنیم. دوستان عزیز چی گفتنی ما برادرای قدردان در یوتیوب می‌نویسم DUSTMUR کدام ده уже دوسمرود الف میبروه یکم بعد دوسمرود شریپوف. در گوگل هم می‌نویسم DUST من مقصد نام نوشته میشم دوسمرود بنویسم میگم الکه دوسمرود الف میبروه دیوم نام من میبروه. همین در روی دنیا در کجایی که باشین بنویسین DUST کدام ده اول دوسمرود الف میبروه دیوم دوسمرود شریپوف دیوم الکه نامی مای. و در راه هم یک مرا میپرسن که چی نام داری میگم دوسمرود دوسمرود علی الکه دوسمرود علی میگن در نوکی زبانشون دوسمرود علیفه یا که دوسمرود علی ای. البته که سالی 1989 با فکرم که بندگی کردگی ما 4-5 ساله بدگیم. این 4-5 ساله ما قدر در یاد و خیال نداریم. بایدوشا سرودوشا مقصد سرودوشا گوش میکنیم و مقصد که ما کودکی بدیم خشون نمیدونیم. ما فکر میکنیم که ای دیگر حافظه‌ای که دور و زمانی که ایده بود ای والاتر و بالاتر بدگی دوسمرود ای همون زمانی خودش در حقیقت زور بدگی. بیمان من سوزمو تو جاویدان باشی، بیمان من میرمو تو در امان باشی. مقصد همین سرودو رو میخوان دوسمرود علیف میریم در سر خرج یک هفته میکنیم. تنها به زیارتی دوسمرود علیف اومدیم میریم یک جا رفتیم. فیض‌آباد برف بینی خیال میگین که در آسیایی وقتان اینه دیده ایستیم برادرها روی فیض‌آباد. اینه برادرای عزیز طرف راهی سفید نوشتگی بده اینجا فیض‌آباد مدرویی. خب این دروازه راهی سفید این دروازه با فکر که فیض‌آباد نوشتگی که بریم چی نوشتگی اونجاش. برف دیکن ناحیه فیض‌آباد اینه برادران این طرف ده. خب انشالله که میریم یک جایا سر منزل شادروان دوسمرود علی یک هفته دعا میکنیم. رفتیم برف بینیم برادران. اینه برادران اومده پریس کشیدیم برادران سر شد حیات سر شدن که کش و کش سر شد. بچه درختا خب باور کنید خانه برادرای عزیز این اینجا سر منزل جاگاشه. این ما موندیستم نیم متر زیاد تای برف باور میکنید. این چقدر پای ما ببین اینجا اگر موزه اوه باچا ایزونو بالا این اختم بینی پوچی ما چند خش ورکشید مقصد
шамол хатизанага айзону боло ай ина бародаро Файзобод خب با فکرم که این طرف این وحدت میایی بالا خواهی مقصد دوستی و دیگهش میگذره میاییم این طرف ده این اینجا کاوگریزه ای آنم کاوگو هم با فکرم نه دیدین این کاوگا دیدین این بالا کاوگریز نام داره همه خیلی است اون بالا میگذاریم فیض‌آباد میگذاریم همون تا میریم راغون برادر عزیز تا راغون همین بالا میروه ما خیلی طرفش وای نداریم انا که میریم سری منزل جاگاه دوست مراد علیف رفتیم این دوستان عزیز انا همینجا منزل جاگاه دوست مراد علیفه یک جا میریم دوستان عزیز هر کس هم خیلی جون نصیب نمیکنه به مثل بهشت ما دعا میکنیم که خداوند بزرگ برآمدن جون هر یکی ما رو آسان بگردونه ای عذاب قبر آسان بگردونه گذشتن پل صراط آسان بگردونه میریم یک جا این دوستان عزیز خب این ببینید زمستان برف بچه جوش خدی زونای برف باور میکنی هم خیلی تو بلندی بده برف باورم کنی اینا خب خب میریم اینا دوستان عزیز یک جویا میبینیم اینا دوستان عزیز اینجا ده پای منچکاش بده با پای منچکا رو میبرویم خدا نصیب کنه یک کاو بود چی بود پرید اینجا پای منچکاش اینا برادرای عزیز دوست مراد علیفه بینی اینا در رو پروان استودگی اوه بچه اینجا میگوتی میره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اهل قبول و علیکم السلام یا اهل صبور خداوند بزرگ جاتون جنت کنه این برادرها منزل جاگاهی دوست مراد علیف این هیکلشون افسوس که در روزی برفی آمدیم اینا بسم الله الرحمن الرحیم یک بار ایشه توزه کنیم آنی کنیم آنه سال 1950 سال 1989 دیدی اینه برادر عزیز این بالا ده این پیکره شای تگی برف ده اینه برادر ها بینید دوستان عزیز اینه کاوگریز اینه برادر ها اینه میایی اینه میشه اینجا ایلوی تاجیکستان نویسته اگر با فکرم اینه میایی همینجا ده منزل جاگاه شونه خداوند بزرگ جاشون جنت کنه اللهم اغفر لی ولی والده والاستاذ والجميع المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتك یا ارحم الراحمین الله اکبر اینا برادرها ببینید که در چقدر جای زیبا بهشت هم بگیم خطا نمیکنیم اینا دیدین برادرها خداوند هر کس هم مقصد که در دیده دل و مردم جا نمیکنه این استاد زنده حیات در دل و دیده مردم جا کرده و یک گپ دیگه تون میگم برادرای عزیز گپم همیه که برادرای عزیز هیچ که جای احمد زویی را نمیگیره هیچ جای دوست مراد علی را نمیگیره هیچ کس جای دیگر استادایی که مثل عبیدالله رجب و مثل دیگر استادایی که در تای خاکان هیچ که جای او را نمیگیره او را خداوند در دل و دیده مردم جا کرده ان شاء الله که این دنیا و دنیا ده خداوند خودش هست کده خداوند خودش هست خداوند خودش سرشته میکنه فقط راستگو راستقلب به خلق نزدیک دروغ شیطانی حرامخوری حرامگری نکنی ان شاء الله که مسلمانی انمیه آدم بدن در کار خداوند بزرگ هممون نگاهبان باشه در کجای باشه نباشه خداوند یارو مددگارتان در حق یکدیگر هم وقت دعا کنید زنده باشید